دیوان و درگاه یک رویداد علمی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خصوصا هنری در باز تولید اندیشه در شهرستان ایرانشهر. امشب برای گرامی داشته روز ملی روستا و عشایر با همت مردم عزیز بخش دامن و همراهی و همیاری مسئولان محترم شورای اداری شهرستان ایرانشهر شاهد برگزاری آیین با شکوه نکوداشت توانمندی ها، ظرفیت ها، قابلیت ها و پتانسیل های روستاهای و عشایر در واقع حوزه عشایرنشین سطح شهرستان ایرانشهر هست. دیوان و درگاه که فرصتی باشه برای گفتگو و یک کار فرهنگی در راستای توسعه جامعه شهرستان ایرانشهر. دیوان درگاهی بود که شهرستان ایرانشهر همیشه میزبان این موضوع بودن که امروز با محوریت روستای سرجو در حال برگزاری است که از همه نخبگان شهرستان تجلیل داره به عمل میاد. گروه ها و اقشار مختلف مردمی از علمای اعزه، معتمدان و متنفذان گرانمایه، مسئولان محترم، مسئول عزیز استانیمون، مدیر کل محترم دفتر امور روستایی، اساتید و نخبگان سطح منطقه، مدرسان دانشگاه و روشنفکران ایران شهری. در واقع دیوان قلب اجتماعی روستا بودن. درگاه یک مقداری مفهومی خورده و کوچکتره بودن. در واقع مردمان نشته بودن برای رفع اختلافات جزئیش صحبت کنند در مورد مسائل اجتماعی. در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی و توسعه بخش‌های مختلف صنعتی زمینه سازی است برای اهدافی که برای توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی میتوان ازش به عنوان یک شاخصه اصلی استفاده کرد. اون موضوع خود روستاییان هست که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. از فروردین ماه امسال شکل گرفته و اولین بار در روستای سوراب توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرمانداری ویژه ایرانشهر برگزار شد. خدای جهان را به یاد آورد، سپاس شما را به جای آورم. شب در واقع پنل های علمی هم در قالب برگزاری این آیین در جریان هست که با مشارکت عزیزان صاحب نظر ما و مطلع و شخصیت های موثق ما بخشی از این ظرفیت ها و پتانسیل ها در واقع در گنجینه روستاهای ما مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره. فرهنگ حشر و مدد، فرهنگ کمک به دیگران، فرهنگ دوست داشتن خویشاوندان، ضرر نرسیدن به دیگران. تشکر و قدردانی رو داشته باشم از برگزاری این مراسم با شکوه. میگن روستا محل رستن و رویش و زایش هست. چیزی که شاید وجه تسمیه و یکی از وجوه تسمیه روستا هم باشه این هست. این رو امروز من به عینه و با تمام وجودم در بخش دمن و روستاهایی که عزیزان برنامه‌ریزی کرده بودند و ما روستاگردی داشتیم دیدم. دیوان و درگاه دو مفهومه که به هر حال از قدیم الایام تا جامعه روستایی جایگاه ویژه‌اش بود. دیوان در واقع محل جمع بودن افراد مختلف روستا بودن که در مسائل اجتماعی در واقع حرفش برای گفتن بوده. امید داریم که یکی از نتایج و اثرات و ثمرات ارزشمند هم این رویداد که با عنوان دیوان و درگاه شماره 2 به عنوان یکی از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مختص شهرستان ایرانشهر در حال برگزاری هست، ما در آینده نزدیک با بهره‌گیری از جلب مشارکت و توجه افکار عمومیمون انشاءالله شاهد معرفی بیش از پیش این قابلیت ها و توانمندی های روستاها و روستانشینان عزیزمون باشه. بران شدیم توسط فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر این اتفاق بزرگ بیفته که
در واقع دیوان درگاه 2 رو ما در بخش دمن برگزار کنیم، همون بخش دامن، 3 رو در بخش ابتر و 4 رو بازم در روستای آبادان و 5 رو انشالله ما انتظار داریم از متولیان حوزه فرهنگ و هنر و اجتماعی و تمام دوستان در تالار وحدت یک روز به نام روز فرهنگ و هنر ایرانشهر دیوان و درگاه فرهنگ و هنر ایرانشهر در تهران برگزار بشه. که از دوستان بزرگوار داریم بحث روشنایی که در گل فلزی که همین الان داریم میخوایم برای همیشه این موضوع رو اجرا کنیم، بحث روشنایی رو انجام بدن که بتونیم هر هفته این روشنایی رو داشته باشه. بحث امنیت و بحث این بازارچه مالی همیشه و همیشه باشه. و این دیوان و درگاه الان گرفته که برحال یک رسم قدیمی یک مقداری به هر حال نمود و هنگه قول معروف هستن حفظی کرده و ارشاد خدمت شما، گرچه که شوراها دهیاران یهتن و ارشاد خدمت شما کار دیوان و درگاه انجام ده، منتها به هر حال یک شکل قول معروف خیلی خوبی از آیی برگزاری همه جلسات دیوان و درگاه هستند که به نوع نسل قدیم و رسوم قدیمیه کلاشن پیوند دادن به نسل جدید. کمن هم به هر حال یک از روستاهان با قسمت بسیار بالایند که رسوم قدیمی هنگرته‌های موجوده و امیدواریم که ارشاد خدمت شما برگزاری جلسات بتوان رسوم قدیمیه به نسل جوان منتقل. تقدیر و تشکر بکنم اولا از مردمی که به دعوت ما لبیک گفتن و تشریف آوردن در دیوان و درگاه. تشکر میکنم از فرماندار محترم شهرستان، سرمایه‌های اجتماعی این شهر و مخصوصا مردم بخش دامن که بخشدار محترم که تونستن کمک بکنن ما رو در برگزاری دیوان و درگاه. اینش چو بماندیم به قافش هیهات، در به شبه در چنبر اژدر، برقه چخماق آب سمندر کو 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 کو.